عرض کنم در منزل مرحوم بدیزاده محفلی بود، بزرگانی بودند از موسیقی، از اون محافلی که به نظر من شاید در هر قرنی یکی دو بار پیش بیاد و خب همیشه بشر این چیزی اینجوره که در اون لحظه هر چیزی رو داره قدرشو نمیدونه و درک شاید نمیکنه که چی هست، ولی خب بعد افسوسش میکنه. امروز که من فکر میکنم با اینکه خود من خیلی بچه و نوجوان بودم و خب به علت خب به هر حال وارد بودن در دنیای موسیقی که میشناختم منو، در اون محفل شرکت میکردم و خانواده مرحوم بدیزاده در تماس بودیم و هستیم و خداوند همشون حفظ کنه. باید به شما عرض کنم که گلچینی، دستچینی از بهترین نوازندگان و خوانندگان زمان هفته 4 روز و احتمالاً شاید تمام شب و روز هفته رو در منزل این مرد بود. اسم میبرم برشون: ادیب خونساری، مرحوم رضا روانبخش که شاید حالا به یاد نیارید، یکی از ضربیخونای بزرگ و استاد این مملکت بوده که و آنچه که بعدها به این صورت اجرا شد اصلا منشأ و یادگار از اون بدعت‌گذار و پایه‌گذار، چون این نوع ضربی خوندن در گذشته متاسفانه که به زبان قاجاریه میکشه، اینو بحر طویلی بوده است که خیلی چیز چیپ و سبکی بوده، ولی اون مرحوم بزرگوار اینجور که اساتید برای من گفتن این رو میاره روی نظم و نسقی، اشعاری از شعرهای بزرگ و اشعار به اصطلاح محترمانه و خوب و ادیبانه جذب و جفت میکنه برای این نوع موسیقی. و من خیلی کودک بودم که اولین بار این مرد محترم رو در منزل خودمون که بعد از ظهر بود پیش دایی من اومده بود و مرحوم صبا هم حضور داشتن، شاید 8 سال 9 سالم بود، این مرد با ضرب دیدم که قطعاتی رو میخونه که هنوز این صدای دلنشین در گوش من هست. به هر حال عرض کنم در منزل مرحوم بدیزاده بزرگانی بودند از موسیقی که واقعا هر کدومشون قولی محسوب میشدن، مرحوم صبا، مرحوم حسین یحیی، عرض کنم خوانندگان بزرگ و حتی اساتیدی در رشته‌های مختلف شعری، ادبیات، دستچین همطور که عرض کردم و گلچینی از بزرگترین شخصیت‌های هنر، موسیقی، شعر، ادبیات، نویسنده، همه جور شاعر و مرحوم داریوش رفیعی جوانی بود تازه سال و خب پدرش در تهران نماینده مجلس بود و مرد محترمی بود و ملاک بودن در کرمان و اینا، خوش فرارو، خوش سروز به هر حال و سرشار از احساس و ذوق و چیز عجیب، آتشی شعله. مرحوم بدیزاده میگفت داریوش و چه تفسیر زیبایی، میگفت همین مثل یه شعله میرقصه و میره بالا و واقعا یه تیکه شعله بود این جوان. خب ببینید اون استعداد، اون شور، اون آمادگی و شاید اون بیخیالی و رهایی از مسائل اقتصادی و مالی زندگی، آدم مرفهی بود و نیازی هم نداشت. این در این محافل و این محفل به خصوص باید عرض کنم دائم شرکت میکرد و مرحوم بدیزاده او رو مثل فرزند خودش دوست داشت و او خب طبیعی است که کسب فیض میکرد، کما که خود من هم کردم از محضر اساتید مختلف و بزرگ موسیقی. و اینی که در افاق گفته شد که خب شاگرد بدیزاده تا حدودی درسته، ولی خب در اون محفل و مکتب بودن یه نوع دانشگاه، به نظر من یه نوع آموزش اتوماتیکی است که به هر حال بر هر کسی پیش نمیاد و میسر نیست. این جلساتی که به ماها آموزش داده به نظر من، صرف نظر از استاد مستقیمی که داشتیم، بعد خودم ساعت‌ها و روزها شبای به یاد میارم که مرحوم صبا و مرحوم دایی من این تا می‌نشستن با هم بحث می‌کردن، اون میگفت حسین جون من اینو ساختم، اون میگفت صبا جون من اینو ساختم، ساز می‌زدن بر هم. خب بندم جوانی بچه‌ای بودم اون گوشه نشسته بودم و اینها در ذهن انسان به خصوص افرادی که ذوق دارن و هوشی در این کار دارن نقش می‌بنده و باقی می‌مونه. داریوش رفیعی هم به همین صورت در این مکتب‌ها و محافل تحت تاثیر اول به شدت مرحوم ادیب خونساری بود، کما که آوازهایی که خونده نشانی از این موضوع دارد و بعد ضربی خوندن و اون شکل خوانندگی رو زیر نظر این نوع اساتید آموخت. مرحوم بدیزاده در این کار به هر حال شرکت مستقیم داشت و صدای گرم دلنشین، آدم باسوادی هم بود، ضمناً انتخاب اشعارم خیلی با دقت صورت می‌گرفت و خب اون پدیده به وجود آمد اتوماتیکمان و یه خواننده‌ای بود شد که شاید در طول قرنی شد کم اتفاق بیفتن زیرش. البته بنده هم بعد دوست شدیم با هم و چند آهنگ برای ایشون ساختم که به هر حال روی نوار بود شد.
امشب به